بچه‌ها ما سال قبلم یاد گرفتیم که مواد 3 حالت داره، یا جامده یا مایع یا گاز. حالا گفتیم این مواد به همدیگه میتونن تبدیل بشن و تبدیلشون یا بر اثر گرما دادن بهشون یا بر اثر سرما دادن. پس وقتی که مواد به هم تبدیل میشن 4 حالت براشون به وجود میاد، یا ذوبه یا تبخیره یا انجماد یا میعان. میخوایم ببینیم وقتی که تبدیل حالتمون اسمش ذوبه چی به چی تبدیل میشه. خب وقتی یه ماده‌ای داریم جامده مثل یخ، میاریم بیرون از فریزر بهش گرما بدیم، حالتش چی میشه؟ اون یخه به آب تبدیل میشه. آب هم حالتش مایع است دیگه، بهش میگیم یخ ذوب شده. یعنی جامد بر اثر گرمای محیط به مایع تبدیل شده، یا اینکه بهش گرما دادیم، یا یخ گذاشتیم رو اجاق گاز بهش گرما دادیم. پس مثل چی؟ پس آب شدن یخ یا مثلا بچه‌ها یخ‌هایی که یخ‌های کوهستانی هست کم کم آب میشه، اونا هم یه حالت ذوبه دیگه. یخ بر اثر گرمای آفتاب کم کم ذوب میشه، به آب تبدیل میشه و میاد تو رودخونه‌ها و دریاها و اینا. تبدیل حالت بعدی تبخیره. تبخیر یعنی چی؟ یعنی یه مایعی داریم مثل آب مثال براتون میزنم، آبه، خب میذاریمش روی گاز، اجاق گاز، بهش گرما میدیم، این آب کم کم به بخار آب تبدیل میشه. یعنی مایع رو داشتیم که آب بوده، بر اثر اون گرما، اون اجاق گازی که بهش دادیم به حالت گازی تبدیل شده، اون بخار آب حالتش گازیه. پس میشه چی؟ میشه تشکیل بخار آب. یا تو زندگی، یا مثلا بچه‌ها نون رو دیدید بعد از یه مدتی خشک میشه، اونم حالت اون آبی که تو بافت نون بوده کم کم تبخیر میشه، نون خشک میشه. یا یه لباس خیسی داریم میندازیمش رو طناب، لباس خیس آب داره، میندازیمش رو طناب جلوی آفتاب، گرمای آفتاب که بهش میخوره این لباس خشک میشه، یعنی اون آب چی میشه؟ بخار میشه. یعنی اون عمل چی انجام شده؟ تبخیر انجام شده. حالت بعدی انجماده. انجماد یعنی یه مایعی داریم بهش سرما میدیم، میشه حالتش جامد. مثل چی؟ مثل تو همتون تو خونه ها ژله درست کردیم. بچه‌ها ژله حالتش اول که حل میکنیم حالتش که مایع است، بعد میبریم اونو میذاریم تو یخچال. تو یخچال ما بهش سرما میدیم و جامد میشه. ژله رو که در میاریم حالتش جامده، پس میشه درست، مثل درست شدن ژله. یه حالت دیگه داریم تبدیل حالت به اسم میعان. میعان یعنی یه مایع، میعان میشه اینجا رو اشتباه میگیم، گاز به مایع. بله، گاز به مایع بر اثر سرما. مثلا ما همه تو زمستون وقتی که میخوایم تو پنجره ها رو نگاه کنید یه قطره های آبی میبینید، یا تو ماشین وقتی میخوایم بیاید مدرسه اول صبح وقتی هوا خیلی سرد باشه میبینید یه قطره های پنجره ماشین درست شده. یا مثلا وقتی که چی داریم؟ وقتی که رو گل تو زمستون رو گلا رو درخت‌ها یه قطره‌های آبی درست میشه. میگیم این قطره‌های آب از کجا اومده؟ میگیم تو هوا بخار آب وجود داره. وقتی به این برگ گل به پنجره به شیشه میخوره، چون سرده، چون هوا سرد شده، این برگ گل سرده، اون شیشه سرده، پنجره سرده، اون بخار آب به آب تبدیل شده، اون قطره‌های آب تبدیل شده. پس وقتی که گاز داریم مثل بخار آب بهش سرما بدیم حالتش چی میشه؟ مایع میشه، بهش میگن میعان. پس اینو بهش میگیم چی؟ مثل تشکیل شبنم روی گل، یا تشکیل قطره‌های آب، یا درست شدن بارون. وقتی بخار آب میره بالا، اون بالا سرد میشه، ابر تشکیل میشه، بعد میشه بارون. این هم یه نوع میعانه، بخار آب که حالتش گازی بوده بر اثر سرما تبدیل به مایع میشه که بهش میگن